روز سه‌شنبه ایالات متحده آمریکا و چند دولت عربی عملیات هوایی را ضد هدف‌های گروه دولت اسلامی در سوریه شروع کردند. گزارش‌های ساعت‌های اول بعد شروع عملیات حاکی است که الکی 14 حمله هوایی با استفاده از هواپیماهای جنگی، بمب‌افکن‌ها، هواپیماهای بدون خلبان و موشک‌های تماگافک انجام شده است. گزارش پنتاگون می‌گوید که در نتیجه عملیات هوایی شماری از جنگیان، قرارگاه مرکزی و تمرینگاه‌ها، همچنین ستاد فرماندهی و ذخیره‌گاه‌های جنگیان و مرکزی مالی و محل نگهداشت ماشین‌های جنگی آنها خراب شدند. و برای صحبت مفصل‌تر در این باره به استودیو سرگئی دانیلچکین، رئیس بخش عراقی رادیوی آزادی را دعوت می‌کنیم. سلام سرگئی، ما می‌دانیم که در این عملیات پنتاگون دولت‌های عربی متفق ایالات متحده هم شرکت می‌کنند. منظور اردن، عربستان سعودی، بحرین، قطر و امارات متحده عرب است. این زمان روسیه از این عملیات انتقاد کرده گفته است که آن تمامیت ارضی سوریه را به هم می‌زند. آیا موقع دولت‌های دیگر همسایه‌های منطقه‌ای مثل ایران به این عملیات معلوم است؟ Первая реакция России была достаточно осторожной, хотя и укладывается в واکنش اول روسیه محتاطانه بود، هرچند به خط این مشی استراتژی اداره روابط خارجی این کشور کاملا مطابقت می‌کند، ولی از نظر منفعت‌ها اگر بهادیم روسیه برای مبارزه با گروه دولت اسلامی در دراز مدت باید منفعت‌دار باشد و شاید در آینده موقعش را تغییر دهد. سبب به این معرکه همراه شدن دولت‌های عربی هم قابل درک است. آنها هم می‌خواهند که این گروه ضعیف و خنثی شود، چون که با تمامیت ارضی این کشورها تهدید می‌کند. موقع ایران هم خیلی روشن است. تهران منفعت‌دار است که این گروه تهدید کننده به رژیم بشار اسد نابود شود. شاید در مرحله معین ایران هم ضد این گروه سفربر شود. مسئله فقط در آن است که تا کجا ایران و ایالات متحده آمریکا در عملیات ضد این گروه متحد می‌شوند. فعلا از روی واکنش‌های آمریکا برمی‌آید که ایران حالا تنها از حادثه‌ها نظارت می‌کند. Судя по первой реакции, особенно с американской стороны, Иран является наблюдателем. با فکر شما درست است بگوییم که این عملیات بیانگر آن است که دیگر راه مبارزه با گروه‌های جنگی وجود نداشت و عملیات هوایی تنها راه مؤثری مقابله با این جنگیان است؟ В данной ситуации об эффективности этой операции можно будет судить по прошествии какого-то времени и также по тому, как эта операция. مؤثر بودن این عملیات را تحولات آینده نشان می‌دهد. تحلیلگران نظامی می‌گویند یکی از کارهای اولین درجه این می‌شود که نظارت را در قلمروهای از زیر نفوذ دولت اسلامی آزاد شده از دست ندهند. مسئله این است که این مسئولیت را کی انجام می‌دهد؟ غرب اشاره کرده است که نیت وارد کردن نیروهایش را به منطقه ندارد. حتی مشخصاً از نیروهای دولتی عراق و نظامیان پیشمرگه لب گشادند، ولی سوال این است که آیا نظامیان عراقی را تحت کدام مقام به سوریه راه خواهند داد؟ این حالت وضع پرزیدنت بشار اسد را هم مشکل کرده است. از یک سو او منفعت‌دار نابود شدن جنگیان است، از طرف دیگر باید وانمود کند که کنترل تمام قلمروهای کشور را زیر دست ندارد. سوریه می‌باید با عراق مسئله ورود نیروها را به خاکش بررسی کند. شاید اجازت سازمان‌های بین‌المللی هم برای توسعه این عملیات ضرور شود. Наверное, потребуется мандат международных организаций для расширения этой операции. تشکر. سرگئی دانیلچکین، رئیس بخش عراقی رادیوی آزادی با ما صحبت می‌کرد.